بابا انجا گیری واسه در خدمتون هستیم از کانال دورجم، همراه دو دوست همیشگی من. بفرمایید. کی ما توافق کردیم که آیدین تصمیم بگیره؟ ما نکردیم و نمیدونم چی شد که این بلا سرمون اومد. آقا من بالاخره اندازه یه گرد که توی این برنامه سهام دارم. آخه جالبه، من صبح پا شدم دیدم آیدین پیام داده که یه لباس دیگه بیار میخوام خیست کنم. بعد گفتم خب من چه اتفاقی قراره بیفته؟ من ترسیده بودم. خیست کنم واقعا جمله و آره به منم همین رو من جوردم که من دروغ میگم. من خیست کنم به کسی نمیگم. شاید یه ریز خیس شین. این دیگه من قرار نیست حتما خیس کنم که. و این خیلی کانسپت چیزیه معروفیه. به جا افتاده است همه میکنن. اگه ما قرار نبود بحثای جدی بکنیم که برای مخاطبمون اون 60 نفر نه ارزشه جدی قرار نبود، قرار بود بحث بکنیم دیگه. خب چرا بحث قرار نیست بکنیم پس؟ همین این یه بحث سامتیه. خب همه این هندبازی هایی که میبینین دوستان دارن در میارن به خاطر یک قسمت خیلی فانیه که ما برای شما در نظر گرفتیم. و فان برای کی؟ دیگه آقا 60 نفرن، حداقل 30 نفرش که قراره بخنده به این که برای مخاطب میتونه فان باشه. خب ما قراره به چیز بریم دیگه، اون مشکل من نیست. یه سری ویدیو من در نظر گرفتم، حالا اساتید فرمودن که try not to laugh، سعی کن نخندی. بله. حالا این ویدیو رو من الان بگم فردا نگفتید، من دیدم مثلا در حد چند ثانیه شدیدم فهمیدم این خنده داره، زدم بعد سیو کردم برای خودم از روی حالا سوشال مدیاهای مختلف. بعد اون آوردم با دوستای گفتم شیر کنم. این چیز بدی آقا، یعنی یک ویدیو فانی فرض کن تو تلگرام مثلا تو اینستاگرام دارم بعد فوروارد میکنم. آقا از اینش بگذر، بگو که اگر که بخندیم چه اتفاقی میفته. اتفاق خاصی که نمیفته، خورده خیس میشی، چیزی نیست که دهنت آبه و ممکنه که خودتو بغل دستی تو حتی این و ببین تو میتونی از اینجا میاد چون نمیبینه و تو میبینی زمین هدفگیری و نقطه زن از اونجا برداره. من میتونم ولی من یه نکته رو بگم خدمت اون دوست عزیزی که این میکروفونا رو در واقع تهیه کردن و این حرفا، تصمیم من نبود، چیزی نمیشه. من از همینجا تضمین میکنم که اتفاقی ما قرار برای اینه که خواستیم بخندیم برگردیم رو به هم دیگه، یعنی با میکروفونا کار نداشته باشیم. یعنی که اتفاقی برای میکروفونا نمیاد. من میکروفونا رو آبر خوردی یه چوسه بده نگم. بله ما چون دیگه صدای ما خیلی مسئله نیست دیگه، ویدیو رو ببینیم. آقا بریم ببینیم. میخواین اول آب بخورین؟ یعنی آب نگه دارین توی انبار؟ چون از الان دارم میخندم حقیقتش. من تامنیلا رو دارم ببینم دارم پاره میشم حقیقت. چرا؟ بریم که داشته باشیم. من ترتیب نداره ولی مثلا از اینجا شروع کنیم. تو الان پلی کردی؟ چرا ادامه میداد؟ برای چه ادامه میدید؟ اون
ویدیو رو دیده بودی که پسر میره جلوی یه سری بخونه بعد خندش میگیره؟ آخ اونم خیلی خنده است. اون خیلی خنده. که آقا قورت ندین اینا نگه دارین تا چیز بره تا موقعی که آره بعد از اینکه اپیزود تموم شد صف کشیم بیاد دستشویی. آینی خیلی جدی همه رو باشید منو خراب کرد. نشون میده اصلا آدم طولاری نیست. نه نیست. البته من دیدم اینا برای خدا قبول کنه. بریم بعدی. این پسر خیلی بیچاره. وای وای. بعد تو میدونی تو یه چیز بدتری کسی که تو میدونی قراره چه. آره دیگه من دارم پاره میشم از اینجای بعدش. عضلات لب من داره پاره میشه که ای چقدر جالب. من از داخل میتونم بخندم واقعا. بعد آقا یکی تو یه فیلمی یه فیلی یه چیزی بکنی که تو داره خفه میشه واقعا. یه صدایی داره بیاد. آی آی درون بخنده آخه بیشرف. آی به این همه ویدیو نخندید یه زر میزنید پاره شد. اون رو داشتم کنترل میکردم خودم این دیوات توی یکی یه صحنه از دستمال کاغذی ها اینجا بگیره فقط. من باز یه نکته دیگه خیلی تشکر میکنیم از اون کسی که این فضا رو در اختیار ما قرار داده که ما هر کثافت کاری که میشه رو داریم انجام میدیم. فکر نمی کنم این چیز اطلاع داشته باشن. آره اپیزود بعدی ترایناتون ریدنه مثلا سگو نرینی. اینجا مثلا آش میارم بهت میدم با ماست و نمیدونم یه سری قیمه با دوغ چیز با دوغ آوری. آقا خالی نکنم دهن مزخرفه. دیگه میتونی خوش بدی دیگه. تو دیگه هم میدونی یاده کنی دست آب بخوری. حالا این خیلی خندانه. یه تاریخ تراکتور. این یه سوال جذاب و یه چالش جذابه که می‌خوایم بریم از هوادارهای تراکتور تیتیا بپرسیم. با ما همراه باشید. واسیلی گوجا یا تونی اولیویرا؟ تونی ویدیرو. کی؟ تونی ویدیرو. تونی ویدیو؟ تونی ویدیرو. تونی اولیویرا. بله تونی ویدیرو. تونی اولیویرا یا رسول خطیبی؟ تونی اولیویرا یا مصطفی دنیزلی؟ تونی اولیویرا یا ساکت الهامی؟ ساکت الهامی. ساکت الهامی یا پاکو خمس؟ پاپا خمس. چرا پاکو رو دوست داری؟ چون دوست داره. دوستش دارم. مرسی از شما. واسیلی گوجا یا تونی اولیویرا؟ اولیویرا. تونی اولیویرا یا رسول خطیبی؟ رسول خطیبی. رسول خطیبی یا مصطفی دنیزلی؟
رسول خطیبی. رسول خطیبی یا ساکت الهامی؟ رسول خطیبی. رسول خطیبی یا پاکو خمس؟ رسول خطیبی. چرا خطیبی محبوب ترینه؟ دوستش دارم. واسیلی گوجا یا تونی اولیویرا؟ تونی اولیویرا. تونی اولیویرا یا رسول خطیبی؟ تونی اولیویرا. تونی اولیویرا یا مصطفی دنیزلی؟ مصطفی دنیزلی. مصطفی دنیزلی یا ساکت الهامی؟ مصطفی دنیزلی. مصطفی دنیزلی یا پاکو خمس؟ پاکو خمس. دیدی خیلی هم اذیت نبود، خیلی ناراحت نبود. فقط یه نفرم نتونست بگه اولیویرا. همه سعیشون من نمیدونم مردم میتونن سایز این لیوان رو ببینن. دست چیز کنی تابلوی این آره مثلا این دسته یه گولاخی مثل من. آره این کارم میتونه خب اورت بده زبون بست اونانو خفه میشه. اولش پر بود الان کمتر از نصفه. اسپانسر این برنامه زمزم. تو اصلا قورت نمیدی؟ نه این یادگاری میگم میداره چطوری؟ تو درم میچرخونه از تو بخند خوبه مثلا شد روش گفته آب نخوره. خانم چه خبرته؟ شما چه خبرته؟ خانم چشم شما رو گرفته عاشق شد. حالا بمانم. انا من نرد بل کنم نسیه رو بچسبم. جدی؟ اینا وقت شانس ماست. سرندگان این حجم خیلی ممنونم که ای وای این چه رقص مزخرفه. خیلی شاد بود که دوستش نه؟ عشق تصادفی فیلمی از اصول نمبر 1 اصول نمبر 2. اون چیز چی بود؟ یز ملکی شرف داشت اون دقیقه یه پیام اخلاقی داشت. این الان نقد و نگه بسیار رو دیگه اخلاقی اینی پرم که اصلا بخنده میداده نمیادم بیرون مخدران عزیز اگه من اندماغم نمایان شد Sas bir oynasa xidmət izləyib. Burada Dortmundun oyuncusu Məhəmməd Əmsində göndərdi. Şinzo Dədovaçı, Şinzad Əmovaçı, Məhəmməd Əmsində daha bir şin. Omlet oldu, omlet. Bu cür yerlərdə Cəlal Uşaq'a şişəsi daha gəl verələr pisliyə. Yavaş saynasına bax, ha. Kəlaqlı birisi zaviyədə baxaq görəm dayı yazın amma oldu. Ulan məndə taqat yoxdur. Hacı idamə ver. خدایا این منم واقعا نکنید این کار. ای وای آیه بعد از این سامنه گتلا شدن یا گتلا شد یه تغییر جنسی هست ولی همینجا تموم شد بود واقعا خیلی فوتبال بزرگوار همینجا تموم شد. فوتبالش داره ولی نسلش داره یه چیزایی داره. نمیدونم که داره فقط سوال اینه که بعدش یا قبلش. بریم بعد. اینو من دیدم.
کنسکشه. باهاش بولبرینگ در میارن. بولبرینگ هایی که نمیشه از بیرون بهشون دسترسی پیدا کرد رو از داخل با کنسکش میکشن بیرون. اونایی که از داخل نمیشه رو از بیرون با پولیکش در میارن. خلاصه این ویدیو رو بفرست واسه کسی که نمیدونه کنسکش چیه. بعضیاشو میشنست. آره بده آره بابا اسمش آقای میثمیه، ابراهیم میثمی. آقای ابراهیم میثمی. آره یه آهنگ خونده نمیدونم دیگه، میذارم روی مواد ولی عاشق آهنگ میزنه پا توی موها، دلم میخواد صبح تا شب فقط نگاه کنم یه جا. خودم تو دلمو برد اون چشات آخه چی کار کنم. فکر نمیکردم برا من چی آخه نداری فکرم و کسی یه چی باید میگم در گوشی یواش خیلی کردم تلاش که برا من گذاشت نمی باشون آقای بیزارم لای با آقای میثم ابراهیمی. ابراهیم میثمی. حالا ویدیو قبلی آجی چه تبلیغ کنسکش جنسیتی، خیلی کنسکش کلمه خوبیه. بولبرینگ کنسکش. بریم آقا چیز گفت اون بره بابا میخوام استوری احساسی بذارم این دقیقه بایسا. خب اون بره جای یه بار دیگه سم یه سلامی هم بکنیم خدمت اون زبانشناس غیوری که با یه دونه حرف ز ای کارش را نیفتاد و 4 تا حرف ز عجیب و غریب اختراع کرد. ز ای، ز دی، ز دسته‌دار، ز بی دسته، ز با دسته، ز صابونی، ز شامپویی، ماه دستشویی. سلام روانی، املا 6 شدم 6. راحت شدی؟ نره خر. 100 حق خالص. حاجی من واقعا یکی از حرفای تو دلم بود ولی هیچ وقت خورزاد نشد که چه آخه الان مثلا 6 تا ز 4 تا سین قسطنطنیه 86 روش مختلف میشه اشتباه نوشتن مثلا کاری خوب بیشتر اگه فکرشم بکنیم فکرم جواب خیلی اومدم یه مدل خلاقانه بزنم که هم مناسبه براشون همین که به فرم صورتشون بیاد. حالا بریم آنالیزشون. علی جان مدل مویی که برای شما مناسب باشه مدل موی کراپه. چون عقب رفتی پیشونی داری بهتره بیاری موها رو پایین کات بزنیم که این عقب رفتی پیشونی نشون نده و پشت موهات بهتره حفظ باشه، یعنی یه مقدار کوتاه کنه ولی یه جوری باشه که بریز پایین پشت مو داشته باشی چون گردنت باریک و کشیده است و بغل سرت هم اگه اذیتت کرده ما یه مقداری کم کنیم. اگه زیاد کمش کنی چون گوشت بیرون زده است زیاد مشخص میشه، خیلی کم باید بگیریمش. اوکیه بریم ببینیم چی میشه. چطور شد؟ ما این کلاب زدیم، این عقب رفتگی پیشونی تو اومدی پوشوندیمش و پشت مو گذاشتیم. پشت مو زدیم باعث میشه گردنه زیاد میکشیدش نده و یه فدریش هم زدیم. فدریش چند تغییر رو مبارکت بشه. واقعا متاسفم براش. زبون بسته خودش میچینه.
آره دیگه. آخه میدونی این ویدیو جدیه. اصلا نکنم. این واقعا هم به نظرش مدل موی خوبی زده. خیلی این مدل موی موقعی تو اروپا مد بود ولی احساس. آره بابا. دهه 20 نه من بازیکن احساس می‌کنم تو ذهنم هست. تو این کربولرینا مثلا بعضی اوقات سیبیل هم میذاشتن مثلا. ردنک‌های آمریکایی این مدل ردنک‌های فربود فربود راست میگم ولی جلو رو این کارو نکرده بوده. بابا فربود خیلی اوکیه تربیت باشه دیگه نبود داری تو این سب کن آقا تموم شد بفرمایید آقا بیا برید ویدیو چنده آجی این هفتمی هشتمی فکر کنم. حالا من 20 تا ویدیو جدا کردم ولی اینکه به کپی رایت هم یه چیزی داریم دیگه اگه خفتمون نکنه. نمیدونم دیگه معلوم نمیکنه خیلی. Show me what is this. What is this? This is broccoli. Broccoli. Okay, right. This one? Siscoli. Siscoli? Brother, sister. Siscoli? Broccoli. Siscoli. What? Broccoli. Siscoli. Why you called Siscoli? Because it's brother and sister. Sister and brother? Bro. Sis. Why? بله چه سالی؟ 83 دو تا همون 83 2 ساله که با هم زیستیم 18 مجازی بوده و یه دخبایی هم میشه اومد تهران از قزوین و اینکه به هم رسیدیم بعد من میرم دستشویی منو بشوری بعدش نه 30 سالته بعد نیست یا بشور من تبیش میکنم چه بازی مهیشی بود چرا این کارو نمی‌کنی؟ همینی که دیدین و هفته بعد همین خیلی خوب بود. ببین یه مدل دیگه‌ش هست توی دهنش چیز میذارن یه حالت سوت ماننده وای بعد کش می‌بندن به پاش اینجوری میگیرن میکشن اگه صدا در بیاد باختی. اونم خیلی خوبه اما فکر کنم اونه قبل از اینکه پشمشو داشتم پاره می‌شد فقط اون یه جایی که می‌خواست اون یکی رو بزنه من بالا پشت من جر خوردم. اینو من دیدم آقا یه رو بیخندیدم بهش گفتم فایده نداره دیگه دیدم دیگه خیلی خندید بعد رفتم 10 دقیقه بعد برگشتم نمی‌فهمیدم واقعا بازم پاره کرد ما رو. Аналог пепси-колы. Открываем варенье. Берем пакет. Если у вас нет воронки или еще какого-то приспособления, да, вот так завязываем. Вот. Так, берем поудобнее. Ножницы. Отрезаем кусочек
Можно побольше. Вот. И все содержимое. Все завалилось. Получилась хуйня. اگه به سن قانونی رسیدی بقیه ویدیو رو ببین. شلی آلت یا عدم توانایی جنسی یکی از بدترین عوارض واکسن‌های کرونا بود که به ملت ما تزریقش کرده. ما برای حل این مشکل چندین ساله که روی یه معجونی کار میکنیم به نام معجون شکرگمه که فوق‌العاده برای عدم توانایی جنسی به مشکلات نوز آقایون موثره. اگه میخوای بعد زدن واکسن کرونا گواه جنسی تو به سالهای قبل برگردونی، یک بار هم که شده شکرگمر رو استفاده کن تا شکرگمر کنی. فقط یک بار از شکرگمر استفاده کن تا خبر کنی. یعنی درش هم اینجوری صحبت نمیکنه. این مسئله نیست که اون شقی که توی شق قلقمر ربطی نداره با شق قلقمر فرق میکنه. نه آخه اون بنده خدا زد ما وسط نصف کرد بخوریم چه اتفاقی میفته؟ نصف ماه من از شدت آبی که خوردم داره حالم بد میشه. داداش تو آقا میخوری خب از تو میخنده یارو جدی. من هم که طرف میکروفونش. آره یه آپشن جدید بهش اضافه شد از تو خندیدن. چجوری میکروفون رو خواهم بکنم اینجوری تمام زندگیمون خیز شده. آرزم که جان دارم من از اینجا به بعد دیگه مسابقه برام سکن نشاشی. تو قبلش هم دوتا از اینا هم خوردی. ولی اشتباه داریم برگزار میکنیم. اینجوریه که باید همون اولیه تا آخر با همون میشه دیگه. حالا قرار نیست این من در میگم من چقدر دارم فشار میدم دوتا از اینا خورده. چالشه چی میتونه بیشتر از همه خودشو نگر داره. من فکر میکنم که من برنده مسابقه خودم رو اعلام میکنم. از بابت اینکه تو تونستی بخندی. خب خدا رو شکر میکروفون ها همونطور که تصویر مشاهده میکنیم تا این لحظه مشکلی نداره. اینجا ببره بیرون داستاندار بشه من گردن نمیگیریم. باید مسئول ببینیم که صدا رو گرفته یا نه معلوم نیستش. اون داشت دارم میبینم اونجا دستمالایی که اینجا ریخته واله ها. تو دستمال کردم که میکروفون تو دستمال زد از دفعه بعدی شکلی باید بکشیم اینا که تو زبرم در میاد و پارایای زیاد داره. الان راضی خوشحال شدی؟ بد بود چسبید به من میدونم بد بود تو داشتی. آخه یه اپیزود هم ما خوشحال نمونیم بعضا یه اپیزود هر برنامه میرم اینجوری بشینیم خوبه. یه سگرد یه خورده عجیب غریب رو داشتیم. کدوم آقا اونه؟ یه سگرد یه خورده عجیب غریب رو داشتیم این هفته. یه خورده گفتیم که بخندیم اگر اجازه بدیم، اگر شما اجازه بدیم. خندیدیم. داداش تو فیلم که کثافت های اصلا احتیاج روی نداره نیست. حسنانه ترین بود برای اصلا ببین انقدر ترساش بابت میکروفون ها همه هم قورت داد. یعنی تا تهش رو خورد. همونی که ما رو همراهی میکنیم لایک، فالو، سابسکرایب، بقیه زنگوله و
بقیه دوستان. مرسی.